یک جی بی است در بدل 45 افغانی، 26 جی بی اینترنت در بدل 499 افغانی. دوستای گرامی سلام و درود، امید دارم خوب و صحت سلامت باشین. با یک ویدیوی آموزشی خوش آمدید. امروز میخوایم برای شما عزیزان ما یک بسته بسیار حیرت انگیزی را که از سیم کارت افغان بی سیم است، البته دو بسته هست، برای شما عزیزان ما بگویم یا که معرفی کنم که شما بتونین از او استفاده بکنین، چون در افغانستان اینترنت خیلی گران است و افغان بی سیم هم اینترنت بسته‌های عادیش اگه ما فعال بکنیم خیلی گران است، یک جی بی شاید 1.5 افغانی است. ولی بسته‌های ما بر شما میگم بسته‌هایی است که همگی دسترسی به اون ندارن و یک کدی داره که کد شما وقتی اجرا بکنین شما میتونین که این بسته را فعال بسازین. و ناگفتن مونه که برای شما عزیزان بیان بکنم بگوییم که البته برای بسیاری عزیزای این بسته ها شاید فعال نشه و بیشتر افرادی که از دوستای ما بودن برشان گفتیم کد که اجرا کردن فعال شده برشان و توانستن از این اینترنت ها استفاده بکنن. تا اخیر با ما باشین و از این بسته حیرت انگیز، بسته بسیار عالی و فوق العاده شما هم مستفید شوین. دوستان نهایت عزیز، بسته اولی را که ما برای شما میخوایم بگویم یک جی بی است در بدل 45 افغانی و بر مدت زمان 30 روز که شما میتونید از این مستفید شوین و از یک جی بی اینترنت 4G افغان بی سیم در بدل 45 افغانی استفاده بکنید. کد براتون میگم. شما میتونید با دایل نمودن ستاره 666 ستاره 510 ستاره 1 علامت نمبر ایره دایل بکنین و برای شما فعال میشه و میتونید از استفاده بکنید. بسته دیگه که برای شما میگم دوستای عزیز 26 جی بی اینترنت است. میفهمین یعنی 26 جی بی خیلی یک بسته بزرگی است که شما میتونین 26 جی بی اینترنت در بدل 499 افغانی فعال بسازین و به مدت یک ماه از این اینترنت 4G استفاده بکنین. که این کد ما بر شما میگم، شما میتونین کد بگیرین و از این بسته مستفید شوین. کدش از ستاره 666 ستاره 66 ستاره 1 علامت نمبر میتونین دایل بکنین و اینترنت 26 جی بی را استفاده مفید خوب بکنین. البته فراموش نکنین که عضو کانال ما بشین تا از معلومات تازه و مفید برخوردار شوین و معلومات دیگه را هم شما داشته باشین. تا ویدیوهای معلوماتی دیگر، خدا نگهدار.